نمیتونم دعا کنه. با خدا قسم مرد را میدونم که 60 سالش است میگه نه حضوری جان ما دیدم دنبلا. با خدا قسم این پادیا بیوه جکا که بدبخت همین زندگی را در نظرم شوم کرده بود است. من در زندان معلومش زندگی کردم هستم. همین گوی پیرم دلش کنجوره میکشم. این زنی صالحه زنی هست که آرزوی همه پادشاهای عالم است. آرزوی تمام ثروتمندان است. آرزوی پیر جوان است. دعا کنه سعی کنه وقتی زن انتخاب کنه همین کریتریه که الان داملو عبدالرؤوف از زبان شیرین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان کرد. فاصبر بذات دین، صاحب دیانت انتخاب کرد. میخوای پشیمون نشی، میخوای روسیا نشی، میخوای دیوس نشی، میخوای که رد معرکه نشی، صاحب دیانت انتخاب کرد که به خدا قسم تاریخ شاهد و گواه است. هر کسی زن فقط برای حسن جمال یا فقط برای نام نسب پدر یا فقط برای مال و ثروت دنیا انتخاب کرد، در همین دنیا شرمنده شد. همین دنیا در شرمنده شد. هر قدر وظیفه و منصب داشته باشه، اگر به شرطی که دختر دیانت نداشته باشه، ترس خدا نداشته باشه، محبت نداشته باشه، به خدا قسم کارمون هیچی هیچی. دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن زنی بد خدا یا پناه. زنی نیکخواه بسیار نعمتی بزرگه، نیک خدا یا ای زنی بد پناه بده. به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدم به ابرو گیره. از همه قاش قبق زن تحمل کردن در خانه را در زندان قاضی محکمت کنن سبکتر میکنن. که پای رفتم به از کفشی تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. ایامی کفشی تنگ در پای ریش بگردید به خدا قسم بهتره. یا وقتا استودیم بدیم دورهای سویتی، یک بچه همکورس ما در همی سون کار میکرد. توفلی فینسکی اومده است، توفلی های فینسکی. اگه یک تا چهرس قطعی افتاد ما خانه آباد یا رزمه میدان بود است با پیشی پا تنگ. همه یا رزمه میدان هم باشه اگر پیشش کشود باشه یا بلا میکنینه که همه پیشش تنگ باشه آدمی پهن پا بسیار مشکل ایده. دلم نمیشه بفروشم باشه. دوره سویتی در همه چی پتپری نفت کرده و توفلی فینسکی یک حادثه عجیب. همون را میپوشم اگه همین جزیره میریم او وقت همین جزیره یک راه داشت. این همین مست کیلومتری مار میروه که 1 کیلومتر زیادتر پیاده میرفت. منو به خدا دنیا در نظرم شوم شد. در همون اودیتوریا در اومدم آیفون کشیدم تا همون آخری درس 6 ساعته که خوندم پایلی چشتگی. آیوس اومدم که نشید دیدم نمیشه کشیدم آیفون پایلیش کستم اومدم خونه و فروختمش. تو حاضر همون درد علم رنج در دل موند است. ای همین کفشی تنگ میگه پایلیش بگردی بهتره. همین بلای خونه را و جنجال و دعوای خونه را یک عمر در سفر بگردی بهتر و خوبتر است. سفر عید باشد بدان کت خدای که بانوی زشتش میمد در سر. همین آدمایی که دایم سفر میکنن کو میگریزن خونه. گاه در فیتوریا اینا میدونن، گاه در مالزی اینا. و با یقین بدونه که چی دردی داره، چی پرابلمی داره. همین مشقتی سفر اگر چنده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه السفر قطعه من العذاب و فی روایت قطعه من سقر. سفر یک گوشه از عذاب است، یک گوشه از سقر است. برای همین آدمی را که در خانه‌اش همین زنی جکاب داره به خدا قسم همون سفر بهتر و خوبتر. سعادت نماند در آن خاندان که بانگ خروس آید از مکیان. خاندانی که مکیان دعوای خروجی میکنه والله هیچ وقت سعادت نماند. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را قصه میکنه که در اون زمان جهانگردی در فلسطین بدون میگه که صلیبدارا هجوم کردند. خیلی منم میگه مردی مسلمان خستم خطیشو جنگ کردم، در جنگ اسیر رفتم. حضرت میبرند در بازار بیت المقدس، در بازار غلام فروشی سودا دادن. همین شیخ سعدی را، این همین شیخ سعدی نوزنی یک تاجر کلان عرب میبینه حضرت هم میشناسه، این آدم مشهور بود. میآید سودا میکنه با 10 دینار میخرش، با 10 تنگه طلا. میاره خونش او عزتش میکنه، سر پاش میکنه، میگه یا شیخ تو آزادی، این هم را آزاد کرد. من میگه بسیار میندارم، خدمت کردیم. گفت یک خواهشت دارم، اگه التماس هم خواهشی مرا در زمین نرسید. گفت من همین فرزند دنیا یک دخترک دارم، چی میشود که هم دختر ما بگیریم؟
میخوام که نوسان رنگی تو که با عقل و با فراست و خدا ترس و با دیانت به دنیا بیاید. آخی من هیچی ندارم، حوالی خود در بازار غلامی خریدیم آزادم کردیم. این زن مهر طلب داره، ای کجا میتونه میزنه؟ میگه یک خلطه 100 دینارا را در پیشش مون 100 تنگه طلا. ببینم مهری دختر. یک خلیه آمده است. این مردک در حقش نیکی کرده است. دختر هم تا نادیده گرفت. میگه آخه این شیخ سعدی معلم نصیحت های تو این روزا نصیحتاش هم میتونیم دیلام و او میگیره ایمانام و او بخیره. همه بیچاره یک دهنک یک نصیحت میکرد زنک همه کورا این خیل میکردی بهتر بود. بیوه شتاق میگرده میگه خب پیرخر تا همه نیستی که پدری من با 10 دینار تو را ای بزرگ خرید تو با گم میزنی؟ همه قیشکر با وجودی همه قدر تحملی که حضرت داشت یک روز طاقت نکرد گفت بله من همون بیچاره هستم که پدری تو با 10 دینار خرید با 100 دینار در تو کثافت سگ فروخت. شنیدم گوسپند را بزرگ رهانید از دهان چنگ گرگ شبانگه کارد بر حلقش بمالید روان گوسپند از وی بنالید که از چنگال گرگم در ربودی چه دیدم عاقبت خود گرگ بودی. بین تو و گرگ چی فرقه یاقی؟ ای تو هم صلیب دارای نصرانی خوب نبودن بخنم میجه کیده. پس انشالله خدا برکت بتایی حاجی منصوری ما را که الحمدلله این نیم صفقه ملا را مسته خطی همین ملا ششتی ملا میشه جای ششتی که سخن خدا و پیغمبر میگن بخواهی نخواهی انشالله در وجودت میدروید. من یقین دارم که این حدیث بخبره و انشالله برای شیربچه‌هاش دخترای صالحه دخترای خدا ترس دخترای صاحب دیانت انتخاب کرده است. دعا میکنید که خداوند توسط این عروسا به این خاندان نور و صفا و رحمت را بده. خدایا به ذات خداوندیت و اوصاف به مثل مانندیت به لبیک حجاج بیت الحرام و مدفون یثرب علیه السلام پروردگارا به حق پیامبر محبوب محمد صلی الله علیه و سلم که تاکید میکرد که تنکح المرء لاربع زن به خاطر 4 چیز نکاح میکنند و ما را نصیحت کرد فاصفر بذات دین تریبت یداک صاحب دیانت انتخاب که شرمنده و روسیاب میشه دستت به خود آلوده میشه. پروردگارا به حق همون پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم به این خاندان دخترای صالحه و نجیبه وارد ساز از نومان شهریار و اهلیار پروردگارا فرزندای صالح صالحه عالم عالمه محب و محبه به دنیا بیار و پروردگارا تویهای نکاحی را که طبق سنت دستور حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برگزار میگردد مثل این همین محفل خیر ما خداوند سبب ریشه‌کن شدن فسق و فساد حرام و زنا در جامعه قرار دهد سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده و جامعه اساس گردد. خداوند کدام مهمانا را به این محفل مبارک گرداد دیگر برای